تا حالا از این ویدیوهایی دیدید که یک شخص نامعلومی در حال حرف زدنه و در مورد یه چیز باحال. آره، بیاید ما هم یک نوعشو داشته باشیم. خب تا حالا دقت کردی وقتی که رفتیم تیول رو با چوب صورتی میسازیم اصلا ربطی به رنگش نداره؟ خب مثلا وقتی چرا ما داخل دنیای ماینکرافت اسپان میشیم همه چی برای ما مکعبیه اما خودمون مستطیلیم؟ چرا واقعا چرا اینجوریه؟ چرا وقتی یه کاری رو نمیتونیم انجام بدیم یه بار میایم چالشیش میکنیم این سگ میتونیم راحت انجامش بدیم؟ چرا وقتی میگیم من نمیتونم یه کاری رو انجام بدم مامان بابات میگه نه تو باید حتما بتونی، اینجوری که مرد نیستی؟ من مرد زنم باشم نمیتونم این کار رو انجام بدم پدر من. بهت میگم بعد مثلا خوشحالی، از شدت خوشحالی داری میمیری، بعد به پدر بزرگت میگی که میگه پسر که اصلا مرد. نه ببخشید در مورد یه چیز دیگه میگفتم. وقتی به پدر بزرگ میگی پدر بزرگ من نمیتونم یه کاری رو انجام بدم، من هیچ کاری بلد نیستم جز استریمری، بعد میگه نه تو باید این کارو بکنی، تو باید کاری که میگم رو بکنی، بعد میگی نه 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 شر رو بس شروع میشه. یا یه مدلی هم هست که میگی پدر بزرگ نها کن با پولام PS5 خریدم، بعد با بزرگت میگه خب که چی به چه دردی میخوره؟ بعد میگی باش میتونی کلی بازی کنی با بزرگ، بعد میگه پولتو هدر دادی. بعد میپرسی پدر بزرگ من میتونم بدونم وقتی شما بچه بودی پولاتو به چی میدادی؟ بعد میگه من تو ذهن بابا بزرگ چی میچرخه؟ تو ذهن بابا بزرگ این میچرخه که بچه بود بهش چیز میگفتن با 500,000 تومن 70 هکتار زمین بگیری. بعد با بزرگ میگه نه 70 هکتار زمین رو میخوام چی کارش کنم؟ بعد میگه چی از این بهتر با 500 تومن اونم 70 هکتار زمین؟